زنی از زنهای بهشتی را در روی زمین ببینید. همه کنجکاو شدن در روی زمین در دنیا زنی بهشتی. گفتن بله میخوام ببینیم. اشاره کرد گفت اون پیرزن سیاه پوست رو میبینید؟ میخوای کلاس بذارید؟ خیلی خوشگلید، خیلی خوش رنگید، خیلی خوش سیما هستید، خیلی خوش لباسید، خیلی خوشبو و معطر و خوش عطرید، خوش اصل و نسبید. در جامعه اشاره میکنن با سر انگشت به سر فلانی. دیگه به رفقا گفتم که دوست دارید زنی از زنهای بهشتی رو در روی زمین ببینید؟ گفتم بله نشونمان بده. گفت اون پیرزن سیاه پوست میبینید؟ گفتم بله. گفت همون. حالا رنگ سفیدت به دردت میخوره؟ حالا جیب پرت به دردت میخوره؟ حالا بلدینگات به دردت میخوره؟ اون پیرزن سیاه پوست رو نگاه بکنید. اون. گفتن چه کار میکردی این پیرزن؟ گفت که مبتلا شده بود به بیماری سر، تشنج. خیلی بیماری سختی است و مزمنی است و صعب العلاج است. یعنی وقتی بیهوش میشه قدرت بدن چند برابر میشه و این دندونها وقتی رو هم میاد هر چی ما بینش باشه اگر زبان این نرم یک تکه گوش باشه قیچی میکنه. دیگه نمیشه قفلش رو باز کرد. این پیرزن سیاه‌پوست مبتلا به بیماری سر بود. بعد از مدتی تحمل و صبر رفت پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. خداوند منو مبتلا کرده، آزمایش کرده با بیماری سر. آمدم محضر تو. وقتی تشنج مرا میگیره خبرم نمیشه، مثل یک چوب خوش میفتم و وقتی که بیهوش میشم میفتم مثل یک چوب خشک. گوشی از عورتم مکشوف میشه. خوب دقت بکنید. گوشی از لباس هم مکشوف میشه میره بالا، یعنی ساق پاش. آمدم که برام دعا بکنید به درگاه خداوند تا خداوند منو شفا بده. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که خواسته این پیرزن سیاه پوست رو شنید گفت خواهرم من تو رو مخیر میکنم بین دو امر. انتخاب با خود شماست، یکی رو انتخاب کن. یا برات دعا میکنم که خدا شفات بده که بیماری سر ازت برطرف بشه، یا صبر بکن بر این بیماری سر به خاطر خدا در عوضش برات بهشت باشه. بدون این که فکر بکنه باشه یک نیم ساعتی به من فرصت بده من برام مشورت بکنم یا فکرامو بکنم بعد جواب بهت میدم. گفت یا رسول الله صبر میکنم. درجا گفت یا رسول الله صبر میکنم. صبر بر چی میکنه؟ بر تشنج، بیماری سر. صبر میکنن، طاقت میکنن.
گفت صبر میکنم. بهشت مال منه؟ گفت بهشت مال توست. گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یه خواهش دیگه، من به خاطر بیماریم صبر میکنم ولی یه دعا برام بکن. گفت برای چی؟ گفت دعا بکن وقتی من تشنج منو میگیره و بیهوش میشم که خداوند عورت منو بپوشونه. این ساق پام مکشوف نشه. گفت این یکی برات دعا میکنم. براش دعا کرد که عورتش